سلام، وقت بخیر خدمت داداشا جای گلم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. متاسفانه چند وقت قضیه تجاوز به دختره کشورمون هر روز داره بیشتر میشه. حالا خیلی هاشون رسانه‌ای نمیشه. خواهر گلم یه چند تا نکته رو خواستم بهتون یاد بدم. گفتم اینا رو حتما خوب گوش کنید، انجامشون بدید، چون چه بخواید چه نخواید یه مسیری رو میخواید بری. کسایی که وسیله شخصی ندارن خواه یا نخواه از اپلیکیشن های مثل اسنپ و تپسی و ماشین راه استفاده میکنن. چند تا نکته رو در جریان باشید. یکی این که سوار ماشین میشید، شماره پلاک خود ماشین خود راننده رو با هم دیگه تطبیق بدید، حتما یکی باشه با برنامه یکی اون توه. شماره 2 سوار ماشین شدید حتما عقب راننده بشینید. شماره 3 تو کیفتون حتما یه چیزی داشته باشید. و شماره 4 به پدرتون، شوهرتون، دوست پسرتون، حالا هر کی که هست، هر کی که میدونید میتونه در دسترس باشه براتون، لوکیشن آنلاین بفرستید، در جریان باشه تو مسیرهای طولانی که دارید میرید. و اینکه خودتونم برنامه نشان و برنامه بلد اینا رو داشته باشید. با مسیری که دارید میرید تطبیق بدید. راننده یه وقت راه میانبری از خودش در نیاره، طبق همون حتما بره. فعلا جوریه که به این چش نباید اعتماد کنه، مخصوصا شما خواهرای گلم. امیدوارم که زودتر وضعیت هممون عوض شه. خیلی ممنون.